و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. وقتی آنان به خدمت شما میرسند که به آیه های ما ایمان آوردند، شما سلام بدید به اینها و رحمت خدا بر شما باد و الله برای شما رحمت نوشته و لحاظا سلام افشا کنید. این برای ما اجر بیشمار داره از اخلاقهای بزرگ، از اخلاقهای مهمه. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه گاه بازار میرفت و از این سر بازار داخل میشد و از اون سر عبور میکرد و سلام میداد و هیچی نمی خرید و به دکان توقف هم نمی کرد. روزی کسی پرسید که با او همراه بود، گفت شما بازار تشریف میبرید، نه چیزی می خرید نه چیزی را قیمت می کنید. گفت من فقط بازار میرم که سلام بدم، چون در بازار مردم هست.